با باقی ماندهش خطیر که در خانه هستم جمعه آینده اگر که نماز خوانیم براتون جواب خواهیم داد. خب در آخر یک چیزی را که در مجلس این سحر گذشته براتون بیان میکنم. تمام توی‌ها مرد فقط در دوره اویله گذرانده شود. مکتب به نقاب رفتن قطعیاً مخ. سیوم زمین ها این نزد خانگی در حتما نظارت کرده شود از طرف جماعت و از طرف حکومت دولتی که در چه حالت قرار دارد، یعنی که به حالت سانیتری جوابگویند یا نیستند زمین های حولی مردم با گرد اطراف خانه‌دارشان. خب چاره‌بینی ها سیاسی همشون منع، از آن جمله بزکشی منع، آش نهار منع، افطار منع، عید منع، حج منع، تراویح با ختم قرآن عظیم شان منع. حالت فوق‌العاده در تمام جمهوری اعلام کرده شود و در برابرش از پگاه تمام مسجدها نماز خواندن و جماعت برپا کردن، خواه 5 وقته خواه غیر 5 وقته. برادران گرامی من انا برادران گرامی چه خداوند محروم میگردونه. به قدر اینه رسیدی نماز بریا خوندی در مسجد ساعت 2 آمدی انا که برد خانت خوره نه جمعه خوندی نه جماعات فقط مردم آزاد کردی برد خانت خوره. پروردگار رو به درگاه بی‌نیاز دارم. خداوند در این ماه رمضان در ماه گذشته کسانی بودن که در تراویح نبودن، گفتن ماه سال آینده میخونیمش. یک قسمتش مرد رفت، قسمت دیگرش زنده راه که این سال تراویح دیگر در خوابش میبینه در مسجد. کسانی از ختمو گرفتن در سالهای گذشته، گفتن این ختمو درازه برادر که برکتی زنت کدام سوره را میخوانی خوندن بگی دخونه. پروردگار رو محروم نگردان ماندگان رو از خانه خدا. خداوند دو تمام بیماری ها و مشکلات رو از بین مردم برداشته بگردان. مسلمان ها رو از دیدار هم دیگر پروردگار رو ناامید نگردان. مسافرها رو ساق سلامت با تن صحت که امروز دیگر پدر مادر اونها در فکر مال اونها هست نه در فکر پول اونها هست، فقط سلامتی فرزندها میخواهد. پروردگار رو ساق سلامت برگردان. خداوند از این عذاب مسلمان ها را در امان نگه بدار. پروردگار بندگانت که به امید آن بودن که ماه رمضان می آید نماز خوان می شوند در مسجد عبادت می کنند، خداوند که این سال از مسجد از عبادت محروم گرداندی. پروردگار مسجد ها را در هوش کشاده بگردان و خداوند این وطن ما را از تمام این بیماری ها و از این امراض هایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در دعاشون گفته بودن اللهم انی اعوذ بک، پروردگار را به تو پناه میبرم از درد و رنج هایی که توابت نمییابند. خداوند را نگهبان باش. پروردگار را به امید قاری ها را یک ماه پیش تلفن کردیم و اونها را خبردار کردیم بسیارگی خوب بینیم این سال در مسجد ها خط میگذاریم. پروردگار از این امید ما کردیم. تو احتیاج به عبادتی ما نداری، ما احتیاج به عبادتی تو داریم. خداوند از این عبادت های بزرگ ما را محروم نگردانی. الها خود میدانی که تا جمعه دیگر تا رمضان چی میشه. پروردگار را به فضل و کرمت یا الله از پیر و جوان ها از زن و مردهای ما را خداوند کریم الرحیم در راه صراط المستقیم هدایت فرما و این بیماری ها و این عذاب ها را خداوند سبب هدایت ما قرار بده و سبب استغفار ما قرار بده. پروردگار از اون لذتی که در ماه مبارک رمضان میبردیم از اون محروم ما گردانیدی. خداوند به فضل و کرامت از رحمتت محروم ما نگردان و در عذابت گرفتار ما نکن. اللهم صل علی محمد في الأولين والآخرين وفي الملائكة الأعلى إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. پروردگار از التجا دارم که جنازه برادرها را یا جنازه ما را به سبب این بیماری ها توبت نشونده خداوند در بین مردم قرار نده. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. همگی برادران گرامی وظیفه‌دار هستند که دعا کنند و هر چیزی که
در خیر و احسان هایی میکنند، انشاءالله در خیرها بسته نشده است. و برادران گرامی در آخر همین قدر گفتنی هستم که شاید جمعه دیگر هم دیگر نمیبینیم که ماه مبارک رمضان است. برای همه شما این ماه مبارک رمضان تبریک و تحیات میگویم و پروردگار عظیم و شانه بازم دعا میکنم که خداوند کریم رحیم با رحمت خویش با برکت این سایه افکندن این ماه مبارک رمضان تمام مردم جمهوری ما از این بیماری و از این مشکلات خداوند در حفظ و امانتش نگه بداره برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.